Hi there به کانال میو ماجیک خوش اومدین. در این ویدیو که اولین ویدیو من هست میخوام بهتون یه چیز شگفت انگیز رو نشون بدم. بریم که ببینیم. من اینجا آمدم یه نگاهی کردم و دیدم که خیلی باحاله. مثلا اینجا 256 میلیون فقط ویو گرفته و ایشون هم 6.7 میلیون ویو گرفته. 1.1 میلیون ویو، 20 میلیون ویو، همینا تمامشون با هوش مصنوعی ساخته شدن. بریم یکیشون رو ببینیم. اوکی. You like laundry? Enjoy it. Who did this to you? Get out of my house. جالب بود. بریم ما هم یکی از همینا رو مثل همین رو درست کنیم. نظرتون چیه؟ این همشون با هوش مصنوعی درست شدن. قراره ما یکی از اینا رو یعنی کلا بریم درست کنیم مثل همینا رو. بریم بزن که بریم. اینجا همیشه اولین چیزی که ما نیاز داریم چت جی پی تیه. وارد چت جی پی تی میشم. خب سرچ میکنم. میخوام که یک استوری به من بده. اول بهش تاپیکمو میدم، بعد بهش میگم که حالا در مورد این تاپیکم یک استوری بده، ویدیو بده. خب مثلا موضوعمون چی باشه؟ اوکی من میخوام یک شورت ویدیو. اوکی این یکم اشتباه شد. میخوام یک شورت ویدیو بسازم که یک گربه ناقلا یا یک گربه کوچک یا بچه گربه بهتره. خب اینجا من چیز رو تعریف کردم. سایفونم قطع شد، دوباره برگشت. اینترنت چرا قطع شد؟ خب تا موقع I'm so sorry. اوکی دوباره کپی میکنم، یه رفرشی میکنم، paste and now میذارم. سریع میده به هماهنگ در تصویر شد ویدیو انیمیتد 3 کیوت کارتون. بچه گروه مهم مادرش رو کوتاه میکنه. این پرامپت رو ما کپی میکنیم اینجا اینجا گروک ای آی رو گروک ای آی دقیقا نمیدونم گراک یا گراک، چون که خیلی ویدیوها دیدم که میگن گروک، خیلی ویدیو هم دیدم میگن گراک. تلفظ درستش رو فعلا پیدا نکردم. من که میگفتم گراک تا اینکه متوجه شدم گراک نیست، گراکه. خب اینجا میاره. اینجا کریت ایمیج رو میزنیم. ایمیجینگ
بچه این گروک AI تا بی نهایت میتونم بگم که تا بی نهایت فیلم بسازیم باش، شورت ویدیو بسازیم و غیره. اینجا ریست را بعدش میام چیکار میکنیم؟ میام اینجا استایلی که مد نظرمون بود رو من استوری برم چون استایلم رو گم کرد. استایلی رو که مد نظرمون بود عکس میگیریم از استایل. عکس که گرفتیم میام اینجا، حالا اینو چیز کنیم، اینجا آپلود فایل رو میزنیم. من میام توی نو اسکرین شات. اوکی اینجا میام. واسه من شطرنج هم تدریس میکنم، اگه خواستین میتونم براتون لینک همون جزء شطرنج هم بفرستم. من بهش همچین چیز باشه و ببینیم چی کار میکنه. شبیه این باشه بهتره. بازم من یک چیزم میدم شبیهش باشه گفتم، ولی از اونجایی که برف نکرد شبیهش باشه من پرامپت خالی رو می نویسم. No it's this پرامپت خالی رو می نویسم ببینم پرامپت خالیم چجوریه. 3D سایزش رو بخوایم مشخص کنیم. بعد اینو میزنیم همراه باش چند تا عکس هم میده، بی نهایت عکس میده، بی نهایت میتونی چیز بسازی. مثلا اگه بخوایم هم میتونیم بریم توی اینجا بگیم که میخوام شبیه این باشه، عکس رو براش میفرستیم. Now create image, no photos. شبیه این باشه تا ما این بسازه. وای خودش هم چند معرفی میکنه ولی نه این تو خدا میگم چرا نمیفرسته آپلود نشد. اینجور انیمیشن قشنگی میسازه. دوباره من اینو پیست میکنم. نکنین چقدر شبیه ساخت. این خیلی عکس‌ها رو باحال ساخت. میتونین حتی اینجا وقتی کلیک میکنین و بعدا بهتون توضیح میدم. خیلی هم زود مثلا درست میکنه.
خیلی قشنگ. پرامپت من این رو دانلود میکنم. خب کپیت کردم نه دانلود. این بذارین دانلود میکنه براتون. اوکی من چرا دانلود پارت به پارت هم که طور که گفتم توضیح میدم. بریم پرامپت بعدی. مادر عصبانی می شود. میخوام این عکس رو هم اگر این عکس اگر میشد ویدیو میشد خیلی خوب بود. مثلا میزنم میشد cut hair cutting hair yes cutting first yeah cut hair cutting getting hair getting her hair رو اینجوری نمیشه. دیگه من اینو مینویسم و بهش میگم ویدیو، چون از این خیلی استایلش خوشم اومد. واو نگاهی نکنید باله. این پرامپت بعدی رو تا موقع چک بکنیم. some cute cartoon some pretty cute cartoon. مادر عصبانی می شود. این که خب مادر عصبانی می شود من چیز نکردم. چقدر طبیعی دیدی؟ خب من اینو خوشم اومد و همین دانلود میکنم. اینه که دانلود کردم. خب حالا میریم این باز دوباره دانلود شده باشه. خب میریم سراغ بعدی پیستش میکنیم. یک بار کافیه دانلود بزنیم. ممکنه اون موقع دانلود نشه ولی یک بار بزنیم کافیه، چون که همش میزنیم 2-3 بار ممکنه دانلود بشه. من رفتم از چیز قبلی که درست کرده بودیم، شورت ویدیو قبلی که درست کرده بودیم یه عکس گرفتم گفتم اسرائیل شبیه همین باشه. بعد پرامپت چت دادم بهش و اینقدر طبیعی درست کرد. بریم پارت بعدی. بریم یعنی همون شورت ویدیو بعدی رو درست کنیم. اینو من دانلود میکنم و میرم توی چت جی پی تی و پرامپت رو از اینجا میگیریم. صحنه اول دومش رو ساختیم و صحنه سومش رو میگیریم. اشتباه شد و دوباره هم کار میکنیم. اگر دیدین که نمیدونم دانلود کرد یا نه، دوباره سیتر میزنم که
این رو اینجوری جالب نیست. مثلا که خیلی جالبه. اول اینو من بعد استایل رو مشخص میکنیم. در پایان میگم که یک کانالی دارم شطرنج آموزش میدم، خیلی هم خوبه برای کسایی که دوست دارن شطرنج رو آموزش ببینن و میتونم بهشون شطرنج آموزش بدم و خیلی از بازی‌های بین استاد بزرگا رو میذارم. به اونجا هم یه سر بزنید. خب این خودش چی درست کرد. حالا من میخوام اینجوری باشه، نه اونجوری. اینجا پیستش میکنم. چه باحال شد. اینو من دوباره دانلود میکنم. بریم پرامپت بعدی. پرامپت بچه گربه بیمار شد. میتونیم از همین استفاده کنیم و دوباره من به جای اون اینو بذارم. خداوکیل جالبه نه؟ باشه نه. باید بریم دوباره بریم همین چیزا. دوباره ولی الان می‌بینی چی کار میکنیم. الان میایم میریم توی اینجا اینی که آپلود کردیم. این فکر کنم اونی که آپلود کردیم اینجا و عکس می‌گیریم. از چیزش عکس می‌گیریم. عکس می‌گیریم و قیافه مظلومانه. حاجی بهش اینو برد. بچه رو بیمار شد. اول این کار رو میکنیم. نه اول مثلا این رو کپی میکنیم میذاریم اینجا و بعدش هم پروفایل سشن باشه. اینجا
که بچه گربه از ماشین میاد بیرون و بعد هم میگیم تو دانلودش میکنیم و میریم سراغ صحنه بعدی. اینجا حالا ما این صحنه رو عکس میگیریم. خب بعدش برمیگردیم عقب، دوباره کپی میکنیم، دوباره اینجا پیست خودش دیگه میبره. تا موقع این که دانلود میشه من برم کانال شطرنجم رو نشون بدم. اسمش هست نووا چکمیت. نووا هستم. خوش اومدید به کانال شطرنجی من که به گوناگونی هم میذاره. از نظر من که خیلی خوبه. حس خوبی بهم میده. شطرنج خیلی خوب بچه. اینجا تا آخر بهتون میگم که چجوری ادیتش کنین و اینا. همه اینا رو بهتون میگم. میرن به بیمارستان. عالی شد. دوباره میایم جا. پدر میفهمد چه شده است. کپی میکنیم، پیست میکنیم، همین روند رو ادامه میدیم. و اینم درست شد. ببینیم چجوریه که میفهمه پدره چه بلایی سر بچش آورده. بریم صحنه بعدی. از این صحنه هم عکس میگیریم، دانلودش کنم. عکس میگیریم، صحنه بعدی رو کپی میکنیم که صحنه آخره. پیست میکنیم کاراکتر کلوز فایل. همونطور که میبینیم من دارم بی نهایت تصویر میسازم و شما هم میتونید اینجور کاری رو بکنید.
من میخوام اینجوری باشه، شبیه این باشه که مثلا از خونش میندازه بیرون. some some pretty cute cartoon sign at the doorway of the house. The father cat points outward unnervingly. جز که چیزا رو میندازه بیرون. این رو هم دارو میکنم. بچه ها هرچی پرامپت دقیق تر باشه بهتره. و حالا چیکار میکنیم؟ میریم توی کنوامون، میریم توی سایت کنوا AI، میرسیم کنوا AI canva.com ببخشید canva.com بخواید. اینجا روی create کلیک میکنیم و یک همچین چیزی برامون باز میشه. تا بیاد بهتر که من VPN رو خاموش کنم ببینم چه میشه. بریم خاموش بشه سریع‌تر میشه. موبایل ویدیو رو میزنیم برای همون شورت ویدیو هاست. موبایل ویدیو چون اینجا شورت ویدیو چیزی به عنوان شورت ویدیو داره. یوتیوب تامنیل داره، یوتیوب ویدیو هم داره ولی شورت ویدیو نداره. اسکرین ریکورد کنوا کدش جدید آمده. اینا هم این ستا پولیه بیشتر چیزا، یعنی چیزا بعضی چیزا پولیه بعضی چیزا هم نه. این منتظر اینجا بیاد روی آپلود کلیک میکنیم و آپلود فایل رو میزنیم و از همون دم میگیریم فایل همون رو آپلود میکنیم. چیزایی که دانلود کردیم رو آپلود میکنیم. اول این بود، بعدش دوباره میزنم دوباره این بود. ببینم مثلا ایتیاد این رو هم باز داشته باشید که من ببینم کدوم بود. این یا 2-3 بار دانلود کردم یک چیز رو همه با صدا این بخوره. اینو من حذف میکنم یه بار چون که ممکنه اشتباهی خاطی بشه. دوباره میام ببینم چیش دیگه چی بود. این دوتا که نه. بعدی این رو ببینم. این بود که کردم یکی بود فقط 2 بار دانلودش کرد. این هم 2-3 بار دانلود کردم و دوباره این رو ببینم. اینه که توش میکنه بچه رو دانلود کردم. ببینم من دانلود کردم دیگه نه اینجا نیست. من دانلود کرده باشم که اصلا حوصله دوباره رفتم برگشتم.
آره این بود دومیش و دوباره میرم ببینم سومیش این بوده. همچنان مادر از دست دخترش عصبانیه. آم، و بعدیش هم میشه که رفت بیمارستان. What have you done? حتی صدا هم میسازه. میدونین دراک همیشگیه خیلی خوبه. ببینیم این go out. حالا اینا رو یکی یکی در کنار هم میذاریم سهمت هم میشه. اول همه این بعدش ایشون بعدش هم ایشون بعدش این میشه. نه بعد از این که نکردیم این نمیشد. بعدش میشد این بعدش میشد این بعدش هم میشد این. حالا از اول میزنم این دیگه میبرد. What have you done? مادره رو انداخت بیرون. حالا میام اینجا اریای میو میو رو من کار کنم. اینجا میذارم What have you done? تموم شد. خب اینجا ممکنه یکم شبیه هم نباشه ولی اگر شما پرامپتتون رو برین دقیق چک کنین درست کنین و دقیق باشه پرامپتتون قطعا یه ویدیوهای خوبی میگیرین. من اینجا دانلود رو میزنم و توی یوتیوب آپلودش میکنم. نمیدونم حالا آپلودم کنیم توی یوتیوب دیگه 0 رو که از اونجا وی پی هم روشن نیست. خب نمیاره دیگه. Creator YouTube True Studio. Okay, let's go. تمام. بعد توی یوتیوب آپلودش میکنیم دیگه درسته؟
تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. دوست داشتی میتونید سابسکرایب کنید.